انواع ماسک های مو، یعنی ماسک کامل با کلاهش که هر کدوم برای موهای سر، کف سر و رشد مو تاثیرگذار هستن. این ماسک ها هستن که 34 شده برای اینکه موها ریزش مو رو قطع میکنه و از روغن کاکائو و روغن پنبه درست شده. این یکی هستش که ریشه های مو رو محکم میکنه، باعث میشه ریشه موهای قوی تری داشته باشه. توش ویتامین B5 داره و روغن آرگان داره و پروتئین گندم توش هستش. یکی دیگه از ماسک ها که هستن، این ماسک مو هستش که حجم دهنده موه از روغن بادام شیرین و روغن آووکادوه و این یکی که از گیاهای رزماری، روغن درخت چای، روغن سرگانوتی میشه، گزنه، روغن بابونه، سیر و از این روغنا درست شده. این برای کف سر، مراقبت های کف سر، کف پوست سر خیلی خوبه. و این یکی که از روغن دونه گندمه و برای موهایی که رنگ شدن و مدام در حال سشوار شدن و تو مو کشیدن، در مقابل گرما محافظت میکنه.